اینجا اکثر مادرای مهربان هستن، قدماشون بالای دیده. وقتی که طفل میخواهد که به دنیا بیاید، پیش خداوند میرود، زارا میکند بیاید. سلامت باشد. پیش خداوند میرود، زارا میکند، توالا میکند و میگوید ای پروردگار بزرگ، این من یک جسم کوچک هستم، دستانم کوچک است، جسمم ناتوان است. وقتی که مرا میآفری، که مرا نگاه بین میکند، که مرا میخوراند، میپوشاند، بیا بهترش من تولید نشوم. خداوند میگوید تو برو به اون دنیایی که هست کردم، من فرشته را با تو خواهم فرستاد که تو را میخوراند، میپوشاند، تو را خوشبخت میگرداند، بهارش را به تو میدهد، حسنش را به تو میدهد، چون گوهره که چشمش تو را نگاه میکند. و خداوند به زمین مادر را فرستاد. برای مادرها یک ترانه زیبا برای شما شامل. ای بهار، ای رنگ و بوی زندگی، مادر شیرین ترین رویای من، چشمای خانه مهر خداست، مهربانم خوبی بی همتای من، چشمای خانه مهر خداست، مهربانم خوبی بی همتای من، خوبی خوبم مادری من، نازنینم مادری من، از تمامی بهترین ها بهترینم مادری من، خوبی خوبم مادری من، نازنینم مادری من، از تمامی بهترین ها بهترینم مادری من، به تو تنهایی کشیدم مادرم، درد و غم ها را چشیدم مادرم، از قفای یک زنی بگانه با چگویا من دویدم مادرم، از قفای یک زنی بگانه با چگویا من دویدم مادرم. ای ندیده شادی های زندگی، سوختی عمر برای زندگی، بحری بختی ده عزیزت مادرم، سر نهاده پیشی پای زندگی، بحری بختی ده عزیزت مادرم، سر نهاده پیشی پای زندگی، خوبی خوبم مادری من، نازنینم مادری من، از تمامی بهترین ها بهترینم مادری من، خوبی خوبم
تمامی بهترین